بس و رمزی است که جشن روز مادر برابر آغاز زندگی تازه، احیای طبیعت و ایام شکفتنها و رستنها راست می‌آید. در جمهوری تاجیکستان زنان و بانوان مقام و مرتبه خاص داشته. این سنه فرخنده هر سال با نظرداشت ارج گذاشتن بر رسالت آفرندگی و زندگی ساز مادران تجلیل می‌گردد. در ناحیه وخش جشن روز مادر با شکوه گرامی داشته شد. طور تاکید گردید سرور دولتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتیشان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان باز هم به مسئله بلند برداشتن مقام زنان در جامعه توجه کرده در می بعد نیز چاره‌های ضروری اندیشیده خواهند شد. در ناحیه وخش بیش از 70% کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های گوناگون را بانوان تشکیل می‌دهند. از 40 نفر وکیلان ناحیه بیشترشان زنان میباشند. 90% کارمندان بخش معارف و تندرستی از حساب زنان دانسته می‌شوند. سهم فعال زنان ناحیه وخش در رشد و نموی حیات جامعه تاجیکستان خیلی مهم بوده. آنها خوشحالانه زیر سیاست انسان‌پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان کار و زحمت می‌کشند. طور اشاره کرده شد عزت و احترام مادران و ارج گذاشتن به مقام و منزلت آنها تحت نظارت همیشگی قرار داشته برای تربیت و کمال یافتن جوان دختران در ناحیه تدبیرها عملی کرده می شود. نقش زنان در ردیف به دنیا آوردن و تربیت کردن فرزند همزمان نمای مادران زحمتکش و آبادکار ناحیه ارزیابی کرده شد. در روز جشن مادر مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وخش به بانوان سابقه‌دار و قهرمانان عرصه مهنت همچنین به فعال زنان و صاحبکار زنان ناحیه افتخارنامه‌ها تقدیم نمودند. مقامات اجرایی حکومت دولتی به نمایندگی از 300 نفر زنان زحمت طلب و مسئولیت شناس در ایفای وظیفه‌های خدمتی همچون رمز بهار و عید مادران قدرشناسی کردند. در فرجام هنرمندان شعبه فرهنگ ناحیه وخش با سرود و ترانه‌های سرشار از وصف و ستایش پاک مادران خاطر آنها را بالیده گردانیدند. بهر مادران زحمت‌خوار سرود و ترانه‌های دلپذیر پیشنهاد کرده شد.